sure there's nobody else in the house? تو این ویدیو 10 تا از بهترین فیلم‌های سینمایی با موضوع قاتل سریالی رو بهتون معرفی میکنم. پیشنهاد میدم تا انتهای ویدیو همراه من بمونید. این فیلم بر اساس داستان واقعی یک قاتل سریالی ساخته شده که اوایل دهه 1960 میلادی 13 تا زن را تو بوستون به قتل رسوند. لورتا مکلافلین اولین خبرنگاری بود که حلقه اتصال قتل‌ها به همدیگر رو کشف و خبر آدمکش بوستون رو منتشر کرد. اون همراه همکارش جین کول شجاعانه زندگی خودشون رو برای کشف حقیقت به خطر انداختن و با تبعیض‌هایی که اوایل دهه 1960 علیه زنان وجود داشت درباره بدنام‌ترین قاتل سریالی شهر گزارش تهیه کردند. فیلم 1 ساعت و 52 دقیقه آدمکش بوستون مارس 2023 تو ژانر فیلم‌های جنایی درام منتشر شد و نقدهای مثبتی هم از طرف منتقدا دریافت کرد و به یکی از پرمخاطب‌ترین فیلم‌ها تبدیل شد. این فیلم تا الان با 28000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.5 از 10 را ثبت کرده. النبرگ افسر جوان با استعداد اداره پلیس بالتیموره که در حال جنگیدن با گذشته خودشه. اون توسط بازپرس ارشد FBI استخدام میشه تا به شناسایی و تعقیب یک تکثیرانداز که مرتکب قتل‌های زیادی شده کمک کنه. عملیات پلیس و FBI تو هر مرحله با رفتارهای قاتل خنثی میشه. این بین النبرگ با توجه به روحیه شکنجه شدهش ممکنه تنها کسی باشه که میتونه ذهن قاتل رو درک کنه و اونو به دست عدالت بسپره. فیلم 1 ساعت و 59 دقیقه دستگیری یک قاتل آوریل 2023 تو ژانر فیلم‌های اکشن جنایی و درام منتشر شد و با 24000 رای امتیاز 6.6 از 10 را تو سایت IMDb ثبت کرد. تد باندی قاتل زنجیره‌ای معروفی بود که به قتل 30 تا زن جوان بین سالهای 1974 تا 1978 اعتراف کرد. اون لیسانس روانشناسی و فوق لیسانس حقوق داشت. نکته جالب اینجاست که با وجود معاینه‌های روانشناسی متعدد، روانشناسا و روانپزشکان نتونستن تشخیص دقیقی در مورد تد باندی داشته باشن. در نهایت هم ژانویه سال 1989 تو زندان ایالتی فلوریدا با صندلی الکتریکی اعدام شد. یه ویدیو با جزئیات بیشتر هم درباره تد باندی ساختم. لینکشو میذارم تو قسمت دیسکریپشن. اگه دوست داشتی میتونی ببینی. داستان این فیلم هم بر اساس رونوشت‌های واقعی از مکالمات بین تد باندی و مأمور ویژه FBI بیل هاگمایر ساخته شده که بین سالهای 1984 تا 1989 اتفاق افتاد و رابطه پیچیده‌ای که بین اونا تو آخرین سالهای محکومیت اعدام تد باندی شکل گرفت و نشون میده. فیلم 1 ساعت و 40 دقیقه خدا نشناس سال 2021 تو ژانر فیلم‌های جنایی معمایی منتشر شد و با وجود اینکه روی این موضوع خیلی کار شده بود، اما نقدهای مثبتی از طرف منتقدا دریافت کرد. این فیلم با بیشتر از 8000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.4 از 10 را گرفت. داستان فیلم تو سال 1990 در جریانه. یه دختر نوجوان در حال رانندگی توی بزرگراه توسط یه راننده تعقیب میشه، اما موفق میشه از دستش فرار کنه. یه مدت بعد جودیک معاون کلانتر همراه با گروهبان جیم بکستر برای جمع‌آوری شواهد پرونده‌ای در رابطه با یه قاتل سریالی به لس آنجلس اعزام میشن، اما هرچی جلوتر میرن با حقیقت‌های جدید و وحشتناکی روبرو میشن. فیلم 2 ساعت و 8 دقیقه چیزهای کوچک ژانویه 2021 تو ژانر فیلم‌های جنایی درام و رازآلود از طریق برادران وارنر منتشر شد. این فیلم با 115000 رای امتیاز 6.3 از 10 رو تو سایت IMDb ثبت کرد.
امی پرستار دلسوز و مادر مجردیه که با بیماری قلبی سختی دست و پنجه نرم میکنه، اما با این حال شیفتای شبانه اون طاقت فرسایی رو توی آیسیو قبول میکنه چون سعی داره نیازهای دختراش رو تأمین کنه. بعد از ورود یه پرستار به بخش اون، باری از دوش امی کم میشه. اونا طی شیفتای طولانی تو بیمارستان رابطه دوستانه قوی با همدیگه برقرار میکنن. با این حال مجموعه از مرگ‌های مرموز بیمارا باعث میشه تا تحقیقاتی در رابطه با چارلی به عنوان متهم اصلی انجام بشه. حالا امی مجبوره تا زندگی، شغل و همینطور امنیت دختراشو به خطر بندازه تا بتونه حقیقت رو برملا کنه. فیلم 2 ساعت و 1 دقیقه پرستار خوب اکتبر 2022 تو ژانر فیلم‌های درام جنایی و بیوگرافی از طریق نتفلیکس منتشر شد و نظرات منتقدا هم به این فیلم عموما مثبت بود. پرستار خوب با 74,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.8 از 10 را ثبت کرده. تایلر بورساید 16 ساله همراه خانواده مسیحی معتقد خودش تو شهر کوچیک کنتاکی زندگی میکنن. 10 سال پیش تو این شهر یه قاتل سریالی بدنام معروف قاتل میخک 10 تا زن رو به قتل رسوند و بعد از اون ناپدید شد. حالا بعد از 10 سال تایلر عکسای قربانی ها رو پیدا میکنه و متوجه میشه که پدرش ممکنه همون قاتل میخک باشه. فیلم 1 ساعت و 49 دقیقه قاتل میخک نوامبر 2018 تو ژانر فیلم‌های جنایی رازآلود و درام منتشر شد. این فیلم با الهام از زندگی دنیس ریدر که به عنوان قاتل زنجیره‌ای شناخته میشه ساخته شده. قاتل میخک با 32,000 رای امتیاز 6.5 از 10 رو تو سایت IMDb ثبت کرد. جان دانش آموز دبیرستانیه که تفکرات ناسالمی نسبت به قاتل‌های سریالی داره. شهر کوچیک اون تو غرب میانه شروع به تجربه یه سری قتل‌های وحشیانه میکنه. مادر جان تنها قاتل شهر او به پسرش اجازه میده تا تو قتل‌ها بهش کمک کنه. فیلم 1 ساعت و 44 دقیقه من یک قاتل سریالی نیستم سال 2016 تو ژانر فیلم‌های ترسناک فراتبی و روانشناختی منتشر شد. این فیلم بر اساس رمانی به همین اسم اثر دمبلز ساخته شده. من یک قاتل سریالی نیستم با 15,000 رای امتیاز 6.2 از 10 IMDb رو ثبت کرد. داستان فیلم تو گذشته در جریانه. اواخر دهه 1960 تا اواخر دهه 1970 ترس رو شهر سانفرانسیسکو سایه انداخته، چون یه قاتل سریالی به اسم زودیاک شهروندا رو به قتل میرسونه. بازرس‌ها و خبرنگارا وسواس زیادی برای شناخت هویت قاتل و سپردنش به دست عدالت دارن. همزمان زودیاک داره مردم شهر رو یکی یکی به قتل میرسونه و مقامات رو با پیام‌های رازآلود و تهدیدآمیز مورد تمسخر قرار میده. فیلم 2 ساعت و 37 دقیقه زودیاک سال 2007 تو ژانر فیلم‌های معمایی و مهیج از طریق برادران وارنر منتشر شد. این فیلم با 574,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 7.7 از 10 را ثبت کرد.
سویون افسر امنیتی جوونیه که همسر باردارش توسط قاتل روانی به اسم کیونگ چول به طرز فجیعی به قتل میرسه و تکه تکه میشه. اون تصمیم میگیره خودش وارد عمل بشه و به بدترین شکل ممکن از قاتل انتقام بگیره. فیلم 2 ساعت و 24 دقیقه من شیطان را دیدم سال 2010 تو ژانر فیلم‌های اکشن دلهره‌آور و جنایی از کشور کره جنوبی منتشر شد. این فیلم با 140,000 رای امتیاز 7.8 از 10 را تو سایت IMDb ثبت کرد. داستان فیلم در مورد قاتل سریالیه که صحنه کشتن قربانیاشو به طور مستقیم پخش میکنه. اون یه وبسایت رو انداخته و هر چقدر بازدید کننده هاش بیشتر بشه قربانی زودتر میمیره. ولی اگه بازدید کننده ای نداشته باشه قربانی کشته نمیشه. این بین مأمور ویژه جنیفر مارش دنبال این قاتل روانیه. فیلم 1 ساعت و 41 دقیقه غیرقابل ردیابی ژانویه 2008 تو ژانر فیلم‌های جنایی دلهره‌آور و رازآلود از طریق سونی پیکچرز منتشر شد و با 52,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.2 از 10 را ثبت کرد. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. لطفاً کانال ما رو دنبال کنید. اگه خوشتون اومد لایک کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید.